واقعا تازه از خواب بیدار شدم. اصلا هم از قبل آماده نکرده بودم. قبلش سلام. آقا ما صبحونه تو راه خوردیم، بعد رفتیم. بعد اینجا که من دارم مثلا ضد آفتاب میزنم، انقدر که داشتیم دیر میرفتیم من همه کارامو تو ماشین انجام بدم. بعد یهویی از این سویدم چقدر مست شدم خدایا. اللهم صل علی محمد. چش نخورم میشه. خدا شد گرفتم ممنونم. بچه این همکلاسیم اسمش جعفره و از ایلام اومده تهران که ما رو در واقع سر و سامون بده بریم تنگه باشیم. دوستم هستی ناناس بلا. شاید اینجا فکر کنی که وای اینا چقدر خوشحالن هورا، ولی شما نمیدونی که چند دقیقه دیگه قرار چه اتفاقی بیفته و چه بلاهایی قرار سرمون بیاد و این همه عشق و حال به فاینال میره. دوستان مینیبوس ما 3 بار وایستاد و آخرش مجبور شدیم با اسنپ بریم. much later. ما بالاخره با ماشین داریم میریم تنگه واشی. بیشتر خودمون واش شدیم و اینکه الان تصادفه و نمیزن رد شیم. ببین اگه این نفهم رد نشدیم، اگه حتی این نفهم نشد یعنی قطعا مشکل از ماه، یعنی ما مشکل داریم. درود بر حکمت، درود بر کالاسی. قطعا مشکل ما مشکل داریم. من طالعم نحسه تم شد. Oh, and they come unstuck, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the highest shelf. And they come unstuck, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. داریم برمیگردیم. بچه اینجا خیلی داغونم، لطفا دقت نکنید. مرسی. با اینکه خیلی بد بود و خیلی بد شروع شد و کلی بدبختی رفتیم و اومدیم، ولی تاش رسیدیم و خیلی خوب. این برای بعد اینه که آقا این همه مدت من نبودم. کجا بودم؟ داشتم چی کار میکردم؟ این مدت داشتم همه درس میخونم. درس کنگور عروسان اسکیس مونده هنوز. آره هنوز اسکیس مونده. و این چیزی که اومدیم اردوی بود که خودم اونجایی که درس میخوندم هم گذاشت. اردویی که همه چیز باید خودمون پولشو دادیم. اردو نبود البته، آیروژل. ولی خب آره واقعا پیرمون نرومد با که خیلی خوشگل بود. خیلی مسئله پیاده روی داره، خیلی دوره، خیلی نمیشین، ولی واقعا قشنگه. برای وقتی خوبه که ماشین داشته باشیم. مثلا ما الان ماشین نداریم، مجبور میشیم که با یکی دارم هم تو هیچ بریم توی ماشین یکیشون. خلاصه که اینطوری بچه ها آره دیگه واقعا بسته. ولاگ‌های بعدی دیگه میگم تو